با سلام و درود. میخوایم آموزش ست کردن آی پی پابلیک رو روی روتر میکروتکتون آموزش بدیم. آی پی های پابلیک مثلا پرووایدر شما رفتین چند تا رنج آی پی گرفتید، بعد مثلا اسلش 29 یا همون 8 تا آی پی. برای این کاری که کردید اومدید اولین آی پی تون هم که اسلش 29 هست رو با همون اسلش 29 روی حالا یا روتر یا فایروال شبکتون که به شبکه داخلتون هست یا همون اش شبکه میشه ست کردید. حالا میخوایم بقیه دیوایس هامون رو روشون ست کنیم. مثلا این روتر میکروتیک مجازی هست، میخوایم روش ست بکنیم که مستقیم روش آی پی پابلیک باشه. برای این کار وارد منوی آی پی ادرس میشید، روی به علاوه کلیک راست میکنید، آی پی پابلیکتون رو مثلا میذارید. من آی پی پابلیک خودم میزنم ولی بعد از آموزش کلا پاک میشه. 173.173.45.49 و در قسمت نتورک آی پی اج شبکتون رو میزنید. 172.168.145.48. من این آی پی رو از پرووایدر گرفتم و بعد از آموزش کلا پاک میشه، یعنی غیر فعالش میکنم آی پی رو، اپلای و اوکی میکنم. الان آی پی پابلیک ست شد، فقط روت میخواد بنویسم. آی پی روت اد و در قسمت گتوی میام میگم این آی پی اینجا قرار بگیره. یه اپ این 49 هست، من میکنمش 48. مسخره میکنم، اپلای اوکی. اینک روت اون به سطح شبکه اینترنت برقرار شد. فقط برای که اینترنتمون کار کنه درست یه دی ان اس هم براش ست میکنیم. دی ان اس های مثلا 4 تا 1 و 4 تا 8. این تا دی ان اس هم ست میکنیم و حالا اگر پینگ آی پی دامنه گوگل رو بگیریم میبینیم که قشنگ پینگ داره. و اگر من اینجا کنترل سی بگیرم که این مراحل استاپ شه و پینگ آی پی 4 تا 8 رو هم بگیرم، میبینیم که پینگ 4 تا 8 رو هم داریم. من یک کنترل سی میگیرم، مجددا پینگ google.com و کنترل سی. این هم آموزش ست کردن آی پی پابلیک رنج آی پی پابلیک روی روترهای میکروتیک. نکته: شما یه وقت میخوای این آی پی رو روی یک سیستم ویندوزی ست بکنی. من فقط اینو بهتون بگم که اسلش 32 میشه همش 255 در قسمت ثابت ماسک. آی پی تون رو که وارد کردید در قسمت ثابت ماسک میگید 4 تا 255 در قسمت گتوی یعنی آی پی اج شرکتتون رو میزنید و در قسمت دی ان اس ها که دی ان اس که دوست دارید رو وارد میکنید. مثلا 4 تا 1 و 4 تا 8 رو وارد میکنید و اپلای اوکی. خب امیدوارم که این آموزش به درتون خورده باشه و مفید باشه. موفق و پیروز باشید.